سرخط مهمترین خبرها: 13 تن کتاب قرآن را از تاجیکستان به افغانستان برگرداندند. مقامات از دزدی پلها از کارت دوشنبه سیتی نگرانی کردند. و امام علی رحمان بار دیگر از رفتار طالبان انتقاد کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 22 ایول است. مسئولین اداره گمرک در ولایت ختلان میگویند که 13 تن کتاب قرآن را از تاجیکستان دوباره به افغانستان بازپس گرداندند. این کتاب‌های قرآن را اول امسال یک صاحبکار می‌خواست به تاجیکستان وارد کند، اما مقامات آن را برای تشخیص مصادره کرده بودند. سهراب زاکروف، یک مسئول اداره گمرک در ولایت ختلان، ضمن نشست خبری گفت این کتاب‌های قرآن بدون هماهنگی با کمیته دین آورده شدند و برای همین آنها را به افغانستان بازپس فرستادند. برای وارد کردن این کتاب‌ها یگان نماد اجازتنامه کمیته دین تاجیکستان نبود، گفت زاکروف. کتاب قرآن که 13 تن بار کشیده شده است، اول سال 2022 طریق گذرگاه 5 پایان وارد تاجیکستان شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از افزایش دزدی مبلغ‌ها از کارت‌های بانکی دوشنبه سیتی خبر داد. این نهاد روز 21 ایول با پخش خبرنامه گفت سبب تصرف گردیدن مبلغ‌های پولی این نادرست استفاده نمودن کارت‌های بانکی از جانب میزاجان و به شخصان ناشناس پیشنهاد نمودن رقم کارت بانکی و رمز مخفی می باشد. چندین میزاجان بانک‌های کشور بارها شکایت کردند که قلابان آنها را فریب داده مبلغ‌هایشان را از کارت‌ها گرفتند. مسئولین بعضی بانک‌های تجارتی گفتند که این فریبکاری اساساً به واسطه گرفتن رمزی است که به واسطه پیامک به مشتریان فرستاده می شود. بانک‌های تجارتی و هم مقامات از ساکنان خواستند برای نافتیدن به دام قلابان از دادن رقم‌های کارت بانکی و رمز مخفی به شخصان ناشناس و تصادفی خودداری نمایند. 6 سال پیش نخستین پالایشگاه نفت در تاجیکستان باید به کار سر می‌کرد و سالانه از 300 تا 500 هزار تن نفت را کارکرد میکرد، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است و مقامات گفتند برای پالایشگاه نفت در ناحیه دنغره سرمایه گذار میجویند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. بزرگترین پالایشگاه نفت دنغره تا حال سرمایه گذاران خود را پیدا نکرده است. 6 ماه پیش مسئولان این منطقه به گسترش همکاری ها با ایران امید بسته بود. اکنون گفت و شنید کارخانه نه تنها با ایران بلکه سرمایه گذاران چینی و عرب و کشورهای دیگر نیز سر شده است. اما تا حال در دنغره کسی دقیق نمیگوید که این کارخانه کی به کار آغاز خواهد کرد. سرمایه‌گذاران از جمهوری چین هستند، از جمهوری متحده عرب. گفت و شنید مبین سرمایه‌گذاران 3-4 دولت رفته شده است. الان ما با طریق رسمی به شما پیشنهاد می‌کنیم. قرار بود پالایشگاه دنغره تیر ماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال باز گشاده شوی آن به تأخیر می افتد. یک سببی به کار آغاز نکردن آن را به سرمایه گذاری پیوند می دهند. این در حالی است که ساختمان انبار و ترمینال های آن پر را به پایان رسیده است، اما مثل سالهای گذشته سنه آغاز کار دیگر اعلان نمی شود. رسما نشده است. ما با سرمایه‌گذاران داریم در روزهای نزدیک و شما با طریق رسمی پیشنهاد میکنید. خیلی همین باز میشود. در روزهای نزدیک با طریق رسمی با شما پیشنهاد میکنید. در صورت به کار در آمدن این پالایشگاه میتوان سال از 300 تا 500 هزار تن نفت را به بنزین و دیزل و مازوت تبدیل دهد. 6 سال باز به کار سر نکردن آن عقیده های را به میان آورده است که شرکت های اساسی وارد کننده سوزشواری به پذیرش چنین رقیب آماده نیستند. آغاز کار پالایشگاه دنغره می تواند درآمد چنین مونوپولی ها را به مراتب کم و سوزشواری را به مراتب ارزان کند. تاجیکستان در نیم سال اول تنها از روسیه 340 هزار تن سوزشواری وارد کرده است که نظر به همین دوره سال گذشته 41% بیشتر است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است طالبان حقوق اقلیت‌های ملی را در افغانستان پایمال می‌کنند. امام علی رحمان روز 21 ایول در جلسه سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان آنها را به سیاست تجاوزکارانه متهم کرد.
طالبان سیاست تبعیض‌کارانه را علیه گروه‌های مختلف اتنیکی پیش میبرند. افزود امام علی رحمان طالبان تقریبا یک سال باز حاکم افغانستانند، ولی تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تاجیکستان طرفدار حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در آن کشور است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان اینچنین اظهارات اخیر رهبر طالبان را درباره بیکار کردن قانونها و جاری نمودن شرایط اسلام در همه بخش‌های افغانستان یادآور شده است. و گفته که مشکل افغانستان باید همیشه در مرکز توجه کشورهای منطقه باشد. تقریبا همه کشورها از جمله دولت‌های آسیای مرکزی تشکیل حکومت همه‌شمول و رعایت حقوق آدمان را در افغانستان از شرط‌های اعترافی حکومت طالبان می‌دانند، اما همزمان روابط تجارتی را با کابل ادامه می‌دهند. کاخ سفید میگوید پرزیدنت جو بایدن با کرونا ویروس نو گرفتار شده است، اما نشانه‌هایش خیلی سبک است. سخنگوی کاخ سفید روز 21 ایول در اظهارات گفت بایدن از دیگران جدا می‌ایستد ولی پورا به کارش ادامه می‌دهد. او صبح پنجشنبه با کارمندان کاخ سفید توسط تلفن تماس داشت. در واخوری‌هایی که به نقشه گرفتند توسط تلفن و یا توسط زوم اشتراک خواهد کرد. افزود سخنگوی کاخ سفید و علاوه کرد که بایدن با گرفتن داروی پاکسلوید که برای کاهش شدت بیماری پیش بینی شده است آغاز کرده است. جلب مهاجران کاری از ازبکستان به روسیه توسط نهادهای دولتی تقریباً 6 برابر کاهش یافته است. طبق اطلاع آژانس مهاجرت مهنتی خارجی ازبکستان، امسال تنها حدود 4000 شهروند این کشور طریق نهادهای دولتی به کار در روسیه جلب کرده شدند. منبع افزوده است که تعداد مهاجران ازبک که در نیم ساله اول سال روان برای کار به روسیه رفتند نظر به همین دوره سال 2021 6 برابر کمتر است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان به قضاوت تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 ایول را فرا میگیرد. 22 ایول سال 2012 مقامات به تحقیق قتل گنرال عبدالله نظرов سرداری ریاست کمیته امنیتی ملی پرداختند که شب از آن پیش کشته شد. نیروهای نظامی از دوشنبه به خروق سفربر شده طلب کردند که فرماندهان صحرایی پیشین که در یک قطار جنایت‌ها از جمله قتل نظرов متهم می‌شدند به آنها سپرده شوند. خود این رهبران عملیات ویژه را نمایشی نیرو از طرف حکومت نامیدند. در عملیات خروق 23 نظامی و 21 شهروند ملکی کشته شد. 22 ایول سال 2018 دختر مهاجران تاجیک هویدا تلازاده 5 ساله در شهر سیرپوخوای روسیه تجاوز و بعداً کشته شد. قتل وحشیانه کودک مورد محکومیت مقامات و فعالان حقوق در روسیه و تاجیکستان گردید. تلاش‌های جزا دادن گمانبر اصلی کشتاری و الکساندر سیومین هنوز نتیجه نداده است. 22 ایول سال 1989 با تلاش‌های روشنفکران و فعالان دموکراتی در تاجیکستان شوروی زبان تاجیکی دولتی شد. تا سال 2009 این روز به حیث عید زبان تجلیل می‌شد، ولی پارلمان تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 طرح نوی قانونی زبان را تصویب و روز عید زبان را نیز به 5 اکتبر کوچاند. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 172 سامان و 80 درم ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 970 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 22 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. 2 روز آینده برایتان استراحت خوشخواهانه. در روزهای استراحت نیز می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا دیدار در هفته آینده.